من تاشا بجان خواننده سیم 11 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 3 برای خوانندگان بالایخط شهر چمه باشم. نامیناسیایی که من انتخاب کردم این سیاحی و کشاورزی باشد و در این نامیناسیون موضوعی که انتخاب کردم حدود طبیعی مخصوص حفظ شونده اساس رشد توریسم به حساب می رود و در این موضوع من نقشه آن چنین باشد. قسم اولی آن را مقدمه و در بر میگیرد و در برابر آن مفهوم ماهیت و قانون‌های تأسیس یابی حدود طبیعی مخصوص حفظ شونده، کاتگوری‌های آن باغ‌های طبیعی دولتی، ممنوعگاه‌ها، رزروات بیوسفری و پرورشگاه‌های طبیعی دولتی در آن نیز داخل می‌شود و بعداً باغ‌های بوتانیکی، خصوصیت‌های رکریاسیونی آنها و بعداً پر همه آن ساحه‌هایی که برای در این منطقه تاجیکستان برای ماندن بعضی نوع‌های همین توریسم دیگر پونکت‌های آن در بر می‌گیرد و در آخر خلاصه در مقدمه ما باید در اول معلومات دهیم که حدودهای طبیعی مخصوص حفظ شونده خود چیست، آنها برای چی تأسیس یافتند. حدود طبیعی مخصوص حفظ شونده اینها منطقه‌های یعنی موضع‌های بسیار می‌روند که با یگان خصوصیتشان از جانب دولت یا از جانب یگان چیز برای حفظ کردن یعنی به حفظ احتیاج دارند. مثلا در تاجیکستان پر همون حدود طبیعی مخصوص حفظ شونده آن 3.1 میلیون کیلومتر کوادراتی 3.1 میلیون هکتار را در بر می‌گیرد که 22% مساحت قلمرو ما را یعنی در بر می‌گیرد و در اینجا همون حدود طبیعی مخصوص حفظ شونده تاجیکستان از یک چند پونکت‌ها نیز باز در نوبت خود عبارت نباشد. و در اینجا ما مفهوم ماهیت و قانونیت‌های تأسیس‌یابی آنها را میگوییم. هر یک منطقه یعنی هر یک حدود طبیعی مخصوص حفظ شونده در اساس حفظ کردن یگان اکوسیستم و اینکه یگان گن فوندی به هم تا فلورا و فاونا نیز تأسیس شده است و اینجا معلوماتی که در حدود طبیعی مخصوص حفظ شونده تاجیکستان چند فایز قلمرو کشور را تشکیل داده چقدر مساحت دارند دیگه هست. و شهر گفتم ما درباره کاتگوری حدود طبیعی مخصوص حفظ شونده تاجیکستان باید معلومات دهیم. حدود طبیعی مخصوص حفظ شونده تاجیکستان عبارت است از یک تا باغ ملی، 3 تا ممنوعگاه طبیعی دولتی، یک رزروات بیوسفری که سابق ممنوعگاه بود و رزروات بیوسفری شد، بعداً باغ طبیعی، یک تا باغ طبیعی، یک تا باغ تاریخی طبیعی، پارک‌های دندرولوژی و باغ‌های بوتانیکی، لندشافت‌های طبیعی، یادگاری‌های طبیعی و منطقه‌های طبیعی آسایشی طبیعتی سالمگردانی و رکریاسیونی و بعداً منطقه‌های اکولوژی و etnogrافی. ما موضوع درباره این حدود طبیعی مخصوص حفظ شونده باید معلومات مختصر را داده بعداً به قسم اساسی آن به قسم خصوصیت‌های رکریاسیونی داشتن آنها باید سخن گوییم. در اینجا باغ ملی تاجیکستان در نزد شما نمایان است. باغ ملی تاجیکستان 20 ایول سال 1992 تأسیس یافته است با مساحت 2.6 میلیون هکتار در قسم شرقی تاجیکستان که 60% ولایت مختار کوهستان بدخشان را در بر گرفته، 18% مساحت تاجیکستان را نیز در بر میگیرد و در اینجا ما میتوانیم که بعضی نوع‌های توریسم از جمله توریسم الپینیستی رو براه مانیم، چون که در اینجا رلیف مرکب داشته بلندترین قله‌های تاجیکستان نیز در اینجا جایگیر است، از جمله اسماعیل ثانی با بلندی 7495 متر، کورشنوسکی که حاضر نام آن قلعه آزادی شد 7105 متر بلند دارد و باز در این قطارکوه قلعه آزادی بود که نام آن را سنگ طلا کردند. این قلعه 6130 متر از سطح بر بلند دارد و در اینجا ما میتوانیم که توریسم الپینیستی را براه ماندیم و از جمله خود اسماعیل ثانی که یکی از قله‌های بلندترین جهان به حساب می‌رود. ما برای در اینجا برای به قلعه جمالونگ برآمدن ما میتوانیم که در قلعه اسماعیل ثانی تمرین‌های گذرانیم که برای قلعه جمالونگ خود را مطابق کنیم و این در آینده ما میتوانیم که این چیزها را براه مانیم و این کشور ما را معرفی کنیم. این عکس‌هایی که در این یعنی در باغ ملی تاجیکستان حیواناتی که حفظ کرده میشود دیگرش است و این پرنده‌های حفظ شونده دیگرش و در عموم باغ ملی تاجیکستان چطوری که گفتیم بسیار نوعی نمودهای توریسم را در آنجا ما براه مانده میتوانیم. پارک طبیعی سریخوسار سال 2003 در حدود ماموری ناحیه بلجوان تأسیس یافته است. در اینجا منطقه بین‌المللی توریسم تاجیکستان نیز جایگیر است با نام سریخوسار که در اینجا به نهایت یکی از چرچره‌های زیباترین تاجیکستان شرشره سریخوسار جایگیر می‌باشد و این برای جلب کردن دقت توریستان به نهایت مکانی خوب به حساب می‌رود. پارک تاریخی طبیعی شیرکند این پارک سال 1993 12 سپتامبر تأسیس یافته است و در مساحت 3000 هکتار در شهر تورسونزاده تأسیس یافته است. درباره خصوصیت‌های آن بعدتر در خط سیری که در اساس این موضوع ترتیب دادیم معلومات میدیم. حاضر باشد به قسمت‌های دیگری آن میرویم. دیگر استاد و این خودی پارک
اما طبیعی و تاریخی شیرکند و شهر گفتیم در خطر باز معلومات رو تکرار میگیم. مملکت طبیعی و دولتی تاجیکستان شهر گفتیم اول در تاجیکستان 4 تا مملکت طبیعی و دولتی بود و بعدا یک تا آن رو رزروات بیوسفری کردن که این رومید به حساب می رود. اولین مملکت طبیعی دولتی تاجیکستان بشه پلنگان می باشد. آن سال 1938 تأسیس یافته است. یکی از همه قسم های اساسی توریستی رکریاسیونی آن این قسمت توغیزارهای آن به حساب می رود که جنگلزارهای سوبتروپیکی تاجیکستان در همین منطقه هستند و بزرگترین میدان توغیزارهای جهان است در قسمت ساحل چپی دریای وخش جایگیر می باشد که این نیز برای جلب کردن دقت توریستان به نهایت خوب می باشد. این حیواناتی که در باغ مذکور حفظ کرده می شود. مملکت دشتیجم نیز سال 1983 تأسیس یافته است. یکی از مملکت تاجیکستان به حساب رفته در حدود ماموری ناحیه شمسین شاهین جایگیر می باشد و در اینجا یکی از نوع‌های حیوانی که حفظ کرده می شود بوز کوهی پرمشاخ یعنی مرخور به حساب می رود که تنها در قسمت از همه سرشمار زیادی آن در قسمت آسیا در همین مملکت طبیعی دولتی مذکور دیده می شود. سرشمار بوز پرمشاخ طبق معلومات های آخران به خیر گرفته به گمان هم 1000 سر. با موضوع دیگرش میگذاریم. مملکت زارکول در قسمت حدود ماموری ناحیه مرغاب تأسیس یافته است. در یعنی این بزرگترین مملکت تاجیکستان به حساب می‌رود که 70,000 گکتار مساحت دارد و مملکت مذکور سال 2002 تأسیس یافته است و خصوصیت‌های رکریاسیونی آن این ساحل‌های کلی زارکول به حساب می‌رود و از جمله در اینجا بعضی پرندگان مشهوری که در این منطقه است از جمله از پرندگان مقیمی آنها این غاز هندی باشد که این حال در تاجیکستان تنها در همین منطقه قرار گرفته است. رزروات بیوسفری رامید شهری که گفتیم این همچون مملکت سال 1959 تأسیس یافته بود ولی با بعضی سبب‌ها این سال 2013 دوم آگوست به رزروات بیوسفری آن را یعنی مقام دادند. خیلی استاد این در برای قسمت در عمده‌های طبیعی مخصوص حفظ‌شونده تاجیکستان ما می‌توانیم که توریسم های دایوینگ، سپلو توریسم آلپینیستی و دیگر یعنی سنوبوردینگ ما می‌توانیم براه مانیم. این میتواند که کشور ما را مشهور نماید و در اساس این موضوع ها خطر من ترتیب دادم میخوام به شما معرفی نمایم. خطر من نام دارد خطر توریسم اکولوژی با مکان دینозاورها یعنی باغ تاریخی طبیعی شیرکند. این معلومات مختصر دایر به خطر آغاز آن ساعت 7 صبح انجام آن ساعت 8 بگاه مسافت شهری که میبینید در عمق 143 کیلومتر را در بر میگیرد و در برابر تا به شیرکند رفتن ما بعضی موضع ها را نیز در راه از آنها دیده می‌نمایند که این پرایشگاه الماسی قلعه حصار و در اون اما ابیکت اساسی ما باغ تاریخی طبیعی شیرکند به حساب می‌رود و در اینجا جایهای سفارشی گفتیم موافق نقشه اما با قید گرفته ما شماره اشتراکچیان رو 10 نفر گرفتیم و به سر هر یک نفر آنها 200 تومانی و قسمت این خریطه خطر یعنی در اون خود خطر باشد. ما از شهر دوشنبه رفته هنگامی رفتن ما میتوانیم از پرایشگاه الماسی و از قسمت جنوبتر آن قلعه حصار و بعداً به باغ تاریخی طبیعی شیرکند رویم و برگردیم. در هنگام خطر ما میتوانیم که هنگامی از دوشنبه علاقه به ناحیه به شهر ماموری حصار وارد شدن در دو طرف را ما میتوانیم باغ‌های میوه دهنده را ببینیم که آنها میتوانند دقت توریستان را نیز به خود جلب نمایند و ما میتوانیم حتی در راه نیز سکوت کرده خودی سیاحان از میوه‌های تاجیکستان که به نهایت ویتامین‌های زیاد دارد استفاده برند. این عکس‌هایی که در دو طرف راه یعنی در خود همان راه ما دیده می‌توانیم. شهر گفتیم ما در دوام سفر تا به باغ تاریخی طبیعی شیرکند رفتیم می‌توانیم که از بعضی ابیکت‌های ایلاوگی نیز دیدن نماییم و بعدا رویم. یکی از ابیکت‌های ایلاوگی ما این پرایشگاه الماسی باشد که با مساحت 6000 گکتار سال 1984 در بین یعنی در حدود معمولی شهر حصار و ناحیه شهرنو تأسیس یافته است و ما چرا گفتیم ما میتوانیم که به قلعه حصار نیز در برابر این رویم. قلعه حصار چرا میتونیم تاریخ زیاده از 3000 ساله دارد و در این قلعه بیک‌ها یعنی امیرهای امارات بخارا نیز این قلعه را ساخته در آنجا می نشستند و در نزد این قلعه کاروانسرای‌ها نیز ساخته شده بود که از این قسمت شرک می‌دیم یکی از شاخه‌های روی ابریشمی می‌گذرد و تاجرانی که از چین به ایران یا که به دولت‌های حتی اروپا رفتن می‌توانستند از این راه اساسی می‌گذشتند و در این قلعه نیز سکوت می‌کردند و در آنجا باز شرک می‌دونیم آثارخانه این قلعه را ساختند که از خود همان منطقه تمام آن چیزهایی که یافتند در آثارخانه نمایش داده می‌شد. دیگرش استاد این عکس‌های خود قلعه و آثارخانه دیگرش
و ما خوراک نصف روزی رو نیز بنقشه گرفته بودیم، ولی از سبب کشوری که میگوید وقت کمتر است ما این رو شرح دادن نمیتوانیم. باغ تاریخی تقبیه شیرکند به قسم اساسی آمدیم، به قسم آخری آن با مساحت 3000 هکتار در شهر تورسونزاده تأسیس یافته است. سال 1993 12 سپتامبر چهارک قید کردیم. از همه قسمی که دقت سیاحان را جلب میکنه قسم اساسی آن در اینجا گئولوگان تاجیک و از جمله پaleontologan تاجیک 40 عدد بازیافت‌های آرخئولوژی یافتند و شماره ایستگاه دینозاورها نیز به 400 تا میرسد و دیگر ابیکت‌هایی که در این منطقه موجود هستند آنها را یعنی علم پaleontology می‌آموزد و دقت سیاحان را نیز به خود جلب می‌نماید. در در تاجیکستان 8 تا موضعی هست که ایستگاه دینозاور در آنجا باقی مانده است و در شیرکند 3 تایان با نام‌های شیرکند 1 شیرکند 2 و خرگوش نامگذاری شده است. و چطوری که استاد نیاز سوال دادن این باغ چه خصوصیت در این باغ تاریخی طبیعی چه خصوصیت است که در دیگر یعنی همه ایزی دینозاورها در دیگر جا نیست، تنها در این باغ است. در باغ مذکور ایزی دینозاورهایی است که آنها 5 انگشته بودند، درازه آنها موافق سال 1983 چطوری که گئولوگان تاجیک به قید گرفتند 50 سانتی متر درازی داشت و 30 سانتی متر برداشت و آنها میگویند که حتی بعضی ایزهای رو دیدن که تا 75 سانتی متر درازی داشت. الکی ما اینک به فرجام خطسیر رسیدیم و چطوری که دیدین در خطسیر مذکور ما میتوانیم بگوییم که چطور هر یک شخص میتواند که وقتی رکریاسیونی که در دوام هفته یعنی روز یکشنبه است یک روز خود را خیلی خوب گذراند و این برای برقرار کردن روح آن و سلامتی آن خیلی مفید میباشد. و حتی ما تاوریم که شما از آن و حتی شما را نیز به طبق خطسیر ساخته اما باغ تاریخی طبیعی شیرکند بریم. تشکر. گوید که اگر همین لایه شما اجرا شود اگر در یک سال درآمد چند سو میشه؟ چند سو شما درآمد میکنید از همین لایه با خزینه تاجیکستان چقدر درآمد میشه؟ حساب کردید از نگاه اقتصادی همین لایه خود را؟ این استاد اکنون وابسته به شماره اشتراکچیان است و وابسته به در کدام سطح خدمت رسانیده می شود به خود سیاحان. و باز سوال اینجا به میان میاد که سیاحان آیا تاجیک است یعنی از کشور ما هستند یا که سیاحان خارجی؟ چون که یعنی شما حساب نکرده اید؟ نه این پلوس مینوسی زیاد دارد استاد. شما نهایت معلوماتی مفصل اوید به حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده تاجیکستان آوردید. در حقیقت بیش از 22% حدودی عمومی تاجیکستان رو حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده اشغال می‌نمایند. خب حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده علل خصوص در رشد توریسم اکولوژی اهمیت خاصه دارند. زیر این مفهوم شما چی رو می‌فهمید توریسم اکولوژی؟ تشکر استاد برای سوال. توریسم اکولوژی توریسم رو می‌نامند که یعنی آنجا دستنورس است برای به آنجا تشریف آوردن و توریسم اکولوژی تنها میشود در قسمت‌های شود که آن از لندشافت‌های طبیعی عبارت است و هنگامی یعنی یگان تور تشکیل یعنی از جمله خطسیر تشکیل کرده به آن منطقه ها رفتن این مثلا خودسرانه نمیشود چون که این تجهیزات‌های خوب را طلب می‌کند یعنی به منطقه های دستنورس باید ما رفته توانیم. یعنی توریسم اکولوژی این دیدن نمودن از ابیکت‌هایی که اهمیت اکولوژی دارند یعنی از اون طبیعتی که حالا دست انسان به اونجا نرسیده. از جمله شیرکند چطوری که قید همین در بین عالم حیوانات با ابیکت‌های مهمی توریسم اکولوژی کدام نمود حیوانات منسوب میباشند در تاجیکستان؟ در تاجیکستان این دیدن نمودن از بوزی کوهی مارکوپولو یعنی ارخر که این چطوری می‌دونیم در گوسفندی کوی مارکوپولو گوسفندی کوی اما مارکوپولو یعنی ارخر که در قسمت اما ریلیف مرکب داشته تاجیکستان زندگی می‌نماید بعد به آنجا رفتن دستنورس است. خود شما در موضع شیرکند بودید؟ بله همراه استادمون ایسف بهروز ما هنگامی که تعطیل یک سال پیش تقریبا استاد همراه استادمون ایسف بهروز به آنجا تشریف آورده بودیم در تعطیل تابستانه.